اگه دوست داری ویدیوهای خودتو اینجوری بدون هزینه و بدون اینکه نرم افزار خاصی رو یاد بگیری و تنها در 5 دقیقه به انیمیشن تبدیل کنی، این ویدیو رو از دست نده و تا انتها همراه من باش. سلام، من امیرحسینم و اینجا سینما 360 و توی این پلی لیست جدیدم یعنی هوش مصنوعی قراره به شما تولید محتوا با هوش مصنوعی رو یاد بدم. اما اگر شما هم مثل من هیجان زده اید که آموزش تبدیل ویدیوتون به انیمیشن رو یاد بگیرید، بزنید برید. خب در ابتدا باید وارد سایت lensgo.ai بشیم که آدرسش رو اینجا میبینید. ابتدا میام با اکانت جیمیل خودم لاگین میکنم داخل سایت lensgo.ai، به این شکل کانتینیو رو میزنم و به همین راحتی داخل سایت لاگین شدم. حالا برای شروع کارمون ابتدا باید بیاید روی این گزینه ویدیو استایل ترانسفر کلیک کنید. بعد از اینکه روش کلیک میکنید وارد همچین فضایی میشید. کار کردن باهاش خیلی ساده است. شما توی این قسمت از طریق گزینه آپلود ویدیوی خودتون رو باید آپلود کنید. توی این قسمت که بالاش خورده استایل، میتونید در واقع استایلی که مد نظرتون هست برای تبدیل ویدیوتون به انیمیشن رو انتخاب بکنید. هم میتونید از این استایل هایی که به صورت دیفالت خود سایت قرار داده استفاده کنید، هم میتونید خودتون یه تصویر به عنوان در واقع رفرنس آپلود کنید که شبیه به اون براتون انیمیشنش رو بسازه. بعد از اینکه این استایل رو انتخاب کردین، این پایین میتونید پرامپت بنویسید. حالا میتونید جزئیاتی در خصوص اون خروجی که مد نظرتون هست اینجا اضافه کنید. استایل استنج هم در رابطه با کیفیت خروجی که بهتون میده که من گذاشتمش روی های. اما ویدیو دیوریشن در واقع تایم خروجیه که به صورت رایگان یا به صورت خریداری شده به شما میده. رایگانش فقط 5 ثانیه است. اگر خریداری کنید توی 2 تا مدل 30 ثانیه و 60 ثانیه‌ای هم بهتون خروجی میده. اما ما فعلا با این رایگانش کار داریم، یعنی مدلی که فقط 5 ثانیه به ما خروجی میده. توی بحث فریم ریت و رزولوشن و کیفیت هم که فقط میتونید از گزینه نرمال استفاده بکنید و برای استفاده کردن از گزینه های باید این در واقع هوش مصنوعی رو خریداری کنید. گزینه‌های نو واترمارک و پرایوت مود هم که کاملا مشخصه، تا خریداری نشه نمیتونید ازش استفاده بکنید. خیلی خوب، بریم با هم تستش بزنیم. حالا قبل از اینکه این گزینه ری استایل رو توضیح بدم، بگم که 2 تا گزینه دیگه هم داره. یه دونه AI رندرینگ داره، یه دونه AI کالرینگ داره. حالا اینا چیه؟ AI رندرینگ در واقع میاد ویدیوهای خام 3D رو مثل این ویدیویی که اینجا داره پخش میشه یا مثلا مثل این ویدیوهای خام رو تبدیل میکنه به ویدیوهایی که دارای بافت متریال و رنگ هستن و این کار رو از طریق اون رفرنس تصویری که شما بهش میدید انجام میده. این به درد افرادی میخوره که مثلا توی نرم افزارهای سینما 4D یا 3D Max یا بلندر میان این محتوای 3D رو تولید میکنن، انیمیت میکنن، منتها دیگه نمیخوام وقت بذارم برای کامپوزیت کردنش یا مثلا متریال دادنش، رنگ دادنش. اینو میان از طریق در واقع این هوش مصنوعی به این شکل انجام میدن. و اینم یادتون باشه نسخه خریداری شده در واقع این هوش مصنوعی قطعا خیلی بهتر عمل میکنه. میبینید که اینجا در واقع یه تصویر 3D خام رو با دادن این رفرنس تبدیل کرده به این ویدیو. اما AI کالرینگ هم تقریبا همون کار رو انجام میده، با این تفاوت که دیگه میاد ویدیوهای اسکچ رو که معمولا برای استوری بورد استفاده میشن رو رنگی میکنه و بهشون بافت میده که اون هم دوباره از طریق رفرنس. ببینید این رفرنسی که داره، پوست صورتش، رنگ کلاهش و رنگ لباسش رو نگاه کنید، دقیقاً همونا رو اومده روی این ویدیو اسکچ پیاده کرده. اما بریم سراغ اصل کار یعنی ری استایل که امروز در موردش توضیحاتی بهتون میدم. بیاید روی این گزینه آپلود ویدیو کلیک کنید. من از قبل چند تا ویدیو آماده کردم که بتونیم باهاشون این هوش مصنوعی رو تست کنیم. بیایید با ویدیوی خودم شروع کنید. بسیار خوب، ویدیومون آپلود شد. بریم یه بار با هم ببینیم. لیوان رو برمی‌دارم به این شکل. خیلی خوب، حالا می‌خوایم اینو تبدیل کنیم به انیمیشن. من ابتدا می‌خوام از در واقع تصاویر دیفالتی که خودش به عنوان رفرنس گذاشته استفاده کنم. اولی هم می‌خوام پیکسار رو تست بزنم، پس روش کلیک می‌کنم. حالا رو صفحه اصلی کلیک می‌کنم و کافیه
جنریت ویدیو رو بزنم. کنار جنریت ویدیو میبینید یه عدد 12 هستش. این چیه؟ ببینید شما به صورت رایگان 100 تا سکه، 100 تا کوین دارین داخل این سایت لنزگو که الان با جنریت کردن این ویدیو 12 تاش رو از دست میدید. پس تا زمانی که این 100 تا رو استفاده نکردید میتونید به صورت رایگان ویدیوهاتون رو جنریت کنید. بریم ببینیم که خروجی چه شکلی میشه. همونطور که میبینید اینجا تایم خروجیمون هم درج شده که 5 دقیقه تولید این ویدیو زمان میبره و ما باید صبر کنیم. بسیار خوب، خروجی ما آماده است. بریم با هم ببینیم. خیلی هم بامزه. خب یه نکته کلا در خصوص این هوش مصنوعی بگم، ضعف هایی داره. من احساس میکنم تو نسخه خریداری شدهش احتمالا این ضعف ها کمتره، ولی خب این فقط یه کار فان هست و قرار نیست به ما یه انیمیشن تمام و کمال حرفه‌ای بده، ولی در همین حد فان هم شما میتونید باش تیزرها و اوپنرهای خیلی بامزه و جالب درست بکنید. خب حالا بریم روی همین ویدیو، یعنی همین ویدیوی خودم، یه مدل دیگه تست بکنیم که ببینیم روی یه ویدیو مدل های مختلف چجوریه. بیایید لگو رو تست بکنیم. من لگو رو سلکت میکنم، رو صفحه اصلی کلیک میکنم و دوباره گزینه جنریت ویدیو رو میزنم. خیلی خوب، ویدیوی دوممون هم آماده است. بریم ببینیم. خیلی هم عالی، تبدیلمون کرد به یه لگو. خیلی کار جالبی شد. حالا بریم با هم یه ویدیوی متفاوت رو تست بکنیم. مثلا این ویدیوی نقی معمولی رو توی پایتخت، این بار با یه مدل خیلی متفاوت. بیاید این مدل قیبیلی اسمش ولی انیمه است، روی این کلیک کنیم ببینیم با این چطور کارو در میاره. خیلی خوب، این یکی ویدیو هم آماده شد. بریم با هم ببینیم. یه نکته ای هم که این هوش مصنوعی داره اینه که لیپ سینک نداره، یعنی دهان و لب تکون نمیخوره. بنابراین اگه بتونید ویدیوهایی بهش بدین که دیالوگ نداشته باشه قطعا نتیجه مطلوبتر و جالبتر خواهد بود. خب حالا بیاید یه تست آخرم روش انجام بدیم. این دفعه میخوام من این ویدیوی آیه علی خانی رو بهش بدم که دیالوگ هم نداره، فقط داره میخنده. اما دیگه نمیخوام از در واقع رفرنس ها و استایل های دیفالت خود سایت بهش بدم، میخوام خودم بهش یه رفرنس بدم. پس میام روی این گزینه آپلود ایمیج کلیک میکنم و یه دونه از این عکس ها رو میخوام انتخاب بکنم تا تبدیلش کنه به اون. بذار ببینم چیا دارم برای آقای علی خانی. نظرتون هست از این استفاده بکنیم؟ این تصویر رو انتخاب میکنم که به عنوان استایل توی سایت آپلود بشه و انیمیشن منو با این استایل بسازه. بریم ببینیم اینو چه جوری در میاره. خب خروجی اینم به پایان رسید. بریم با هم ببینیم. جالب شد، با توجه به رفرنسی که من بهش دادم خروجی خیلی بامزه شد. نکتهش هم همینه دیگه. ببینید این هوش مصنوعی لیپسینگ و حرکت لب و دهن رو دنبال نمیکنه. اگر دیالوگ نداشته باشه کار خیلی جذاب تر از آب در میاد. برای سرگرمی خیلی عالیه. من حتی بهتون پیشنهاد میکنم میتونید برای فان کردن ویدیوهاتون مثلا برای یه لحظه با استفاده از راکورد تدوینی که دارید تصویرتون رو به انیمیشن تبدیل کنید و بعد دوباره به حالت طبیعی برش گردونید. الان من 55 تا سکه دیگه دارم و میتونم باز مدل های دیگر رو تست بکنم. بهتون پیشنهاد میکنم که برید همه این مدل ها رو تست کنید. همشون خیلی جالب و جذاب هستن و میتونن هم سرگرم کننده باشن، هم میتونید توی کارهاتون ازش استفاده کنید. نه نمیخوای هیچی بگی تو؟ همین ماجا من تازه بیدار شدم، حضور ذهن ندارم. تو گفتنی رو گفتی دیگه. ماجا نهار چی داریم؟ قطعا نسخه خریداری شده، یعنی نسخه پولی این هوش مصنوعی بسیار با کیفیت تر و بسیار با دقت تره. من حالا خودم هم یه چیزی رو دقت کردم، شما هم دقت کنید متوجه میشید. مثلا روی انگشتای دست اگر دقت کنید یا روی چشم
یه سری نقص‌ها و یه سری مشکلات و اشکالات رو عمدن توی خروجی شما به وجود میارن تا شما مجبور بشید برید اون نسخه در واقع پولی رو خریداری بکنید. خب طبیعی هم هست، به هر حال برای بازاریابی کار منطقی به نظر میرسه یک همچین رویه‌ای. اما به نظر من همین نسخه رایگانش هم برای علاقه‌مندان به دنیای انیمیشن خیلی جذاب. برای من که خیلی جذاب بود. ولو مثلا 3-4 ثانیه 5 ثانیه از ویدیوم به انیمیشن تبدیل کنم، خیلی کیف کردم، لذت بردم. یادتون باشه همونطور که همیشه گفتم، هوش مصنوعی قرار نیست شغل من و شما رو ازمون بگیره. هوش مصنوعی قراره به ما کمک بکنه تا ویدیوهامون، تولیداتمون کیفیت بیشتری داشته باشه و البته سرعت خیلی بالاتری به کارمون بده. بنابراین دوستان انیماتور که دارید الان این آموزش رو میبینید، هوش مصنوعی قرار نیست از این به بعد به جای شما کاراکتر ریگ کنه، انیمیت کنه و انیمیشن بسازه، بلکه قراره به شما کمک کنه بخشی از کارتون رو بسپرید بهش. قطعاً شما متخصص بهتر از من میتونید باهاش کار کنید، چون شما انیماتورید، چون شما انیمیشن میسازید. بنابراین سعی کنید خودتون رو به روز نگه دارید، هوش مصنوعی رو یاد بگیرید تا توی کارتون پیشرفت بکنید و بازار کارتون رو از دست ندید. تا قسمت بعد، یا علی. نگو نمیشه، نگو بنبسته، اینجا سینما 360، همه چی اینجا از سیر تا پیاز. تو بگو فقط به چی داری نیاز، تدوین رو میخوای یاد بگیری حالا، ادوبی رو استارت کن بیاد بالا، صدا تصویر نور حرکت، کات بده خوب بود خدا بره برکت، هرچی که بلدم یاد میدم به تو، بود انرژی باش و کن اخماتو، فقط کافیه دنبالم کنی، با یه لایک و کامنت خوشحالم کنی.